عطر و طعم بی‌نظیر خورشت قیم بادمجون اتفاقی نیست. پیاز درشت و نگینی شده، مقداری گوشت قیمه‌ای، ادویه قیمه خوش عطر و طعم دیگچه اسپایسز، لپه خیس شده رو 5 دقیقه تفت بدید. مقداری رب، آب جوش اضافه کنید، درش رو ببندید تا بپزه. گوشت که پخته شد، نمک، چند عدد لیمو عمانی اضافه 30 دقیقه زمان بدید تا بپزه. این ادویه های جذاب رو دیگچه اسپایسز برامون فرستادن که ادویه هاشون ترکیبیه. ادویه مرغ و ماهی، ادویه گوشت و گوشت چرخ کرده، ادویه قیمه و قرمه سبزی. من از ادویه هاشون تو همه غذاهام استفاده میکنم چون طعم فوق العاده ای به غذاهام میده. با اضافه کردن ادویه های دیگچه اسپایسز قول میدم دیگه به هیچ ادویه دیگه ای نیاز نداریم، فقط کافیه نمک اضافه کنیم. ادویه هایی با کیفیت بسیار بالا که بوی ذهم مرغ و ماهی و گوشت رو میگیره، طعم خاصی به غذا میده، بوی خیلی خوبی هم داره. پیجشون رو براتون گذاشتیم، حتما به پیجشون سر بزنید. در نهایت چند عدد بادمجون سرخ شده روی خورش بذارید، درش رو ببندید و بذارید 5 دقیقه بمونه. دیگه وقتشه بریم برای سرو قیمه بادمجون که عطر و طعم اصیلش رو فقط مدیون ادویه های دیگچه اسپایسز هستیم. نوش جان.